حالا شده توی رابطه حس کنی که همیشه باید مراقب حرفات باشی و اگه هر چیزی بگی یا ناراحت میشه یا عصبانی؟ چند بار حس کردی که باید خودتو ثابت کنی تا دوستت داشته باشه؟ چند بار از ترس از دست دادنش چیزی رو گفتی که بهش باور نداشتی؟ و چند بار بعد از دعوا به جای اینکه اون عذرخواهی کنه تو احساس گناه کردی؟ بعضیا عاشق نمیشن، فقط نقش عشق رو بازی میکنن، حرف میزنن، لمس میکنن و حتی گریه میکنن، ولی نه از روی احساساتشون بلکه از روی محاسباتشون. اونا نمیخوان تو رو داشته باشن، میخوان کنترلت کنن. و بدترین بخشش اینه که تا وقتی همه چیز تموم نشه تو خودت نمیفهمی. اگه حرفان برات حس آشنایی داشت باید تا آخر ویدیو با من بمونی، چون احتمالاً پای یک رابطه ماکیاولی وسطه. رفتاری که آروم و بی صدا و گاهی با مهربونی شروع میشه ولی تهش یه چیزی رو ازت میگیره: آرامش ذهنت. میدونی عجیب ترین چیز درباره روابط چیه؟ بعضی وقتا یه رابطه میتونه از بیرون خیلی آروم و نرمال به نظر برسه ولی از درون داره ذره ذره یه نفر رو میخوره. نه با داد زدن، نه با خیانت، با یه چیز خیلی بی صدا. رفتارهایی که بهش میگن ماکیاولیگری عاطفی. اما نترس، قرار نیست وارد بحثای فلسفی یا کتابی بشیم. به جاش میخوام 5 تا نشونه رو باهات مرور کنم که اگه یکی از اونا رو توی رابطت دیدی یا حتی توی خودت حسش کردی بدونی چی پشتش پنهانه. قبل از اینکه شروع کنیم، اگه تا حالا برات پیش اومده حس کنی یه نفر داره ذره ذره کنترلت میکنه یا نمیتونی تشخیص بدی که دوستت داره یا نه، یا داره ازت استفاده میکنه، این ویدئو دقیقاً برای توه. تا آخرش بمون، چون نشونه 5 مهمترین و عمیق‌ترینشونه. اصطلاح مرسوم ماکیاولی از نام نیکولو ماکیاولی اومده، نویسنده و سیاستمدار قرن 16 که توی کتاب معروفش شهریار گفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، ولی روانشناسی امروز از این واژه برای توصیف یک الگوی رفتاری سرد، محاسبه‌گر و کنترلگر استفاده میکنه. توی سالهای اخیر اصطلاح معروف مثلث تاریک شخصیت در روانشناسی مطرح شد و 3 ضلع این مثلث تاریک عبارتند از خودشیفتگی، ماکیاولیسم و سایکوپاتی. هر کدوم درجات متفاوتی دارن ولی ماکیاولی ها معمولاً اینطورین. هوش هیجانی بالایی دارن ولی برای کنترل استفادهش میکنن. احساس گناه کمی دارن و روابط رو بیشتر به چشم یک بازی استراتژیک میبینن تا یه پیوند احساسی. نشانه اول: دستکاری و کنترل بی سر و صدا. اولین نشونه رفتار ماکیاولی اینه: آدم سعی میکنه با کنترل پنهان بقیه رو اونطوری که میخواد شکل بده، نه با زور، با احساس گناه دادن، با جمله هایی مثل این که من برای تو همه کار کردم حالا اینطوری جوابمو میدی، یا تو اگه منو واقعا میفهمیدی اینجوری رفتار نمیکردی. یه تحقیق علمی روی روابط نشون داده افرادی که گرایش ماکیاولی دارن در بحث یا تعارض به جای گفتگو از احساس گناه، تهدید نرم و بازی ذهنی استفاده میکنن تا قدرت رو دست خودشون نگه دارن. تصور کن کسی که همیشه تصمیمای مهم رو به ظاهر به تو میسپره ولی طوری شرایط رو میچینه که انتخاب تو همون چیزی باشه که اون میخواد. این رفتار میتونه از ترس طرد شدن یا از نیاز به احساس کنترل بیاد، نه لزوما نیت بد، اما در طولانی مدت باعث خستگی عاطفی شدیدی توی رابطه میشه. نشانه دوم: بی‌اعتمادی پنهان به دیگران.
نشونه دوم بی‌اعتمادی دائمی. ماکیاولیست ها باور دارن که هیچ کس واقعا صادق نیست و دنیا یه بازی برنده و بازنده است. ممکنه بشنوی بگن هیچ کس بی منفعت کاری نمیکنه یا همه دزدن تا برعکسش ثابت بشه. یه پژوهش بزرگ روی بیش از 5000 نفر نشون داده که آدم‌هایی با سطح بالای ماکیاولیگری معمولاً روابط عاشقانه کوتاه مدت‌تر و سطحی‌تر دارن، چون ناخودآگاه از آسیب دیدن میترسن و ترجیح میدن اول خودشون آسیب نزنن. مثلا یه نفر که همیشه گوشی شریکش رو چک میکنه، نه لزوماً چون خیانت دیده، بلکه به خاطر اینه که از کودکی یاد گرفته اگه اعتماد کنی باختی. این رفتار از ترس میاد، نه از قدرت، و شناخت همین ترس اولین قدم برای درمانشه. نشانه سوم، تمرکز افراطی بر نفع شخصی. رابطه برای فرد ماکیاولی یه معامله هوشمندانه است. اون دنبال صمیمی‌ترین ارتباط نیست، دنبال بیشترین سود ممکنه، حتی از نظر احساسی. یه تحقیق تو سالهای اخیر نشون داده که این افراد معمولاً در روابط طولانی مدت از عاطفه به عنوان ابزاری برای به دست آوردن چیزهای دیگه استفاده میکنن. نه لزوماً آگاهانه، ولی در عمل اینطور رفتار میکنن. مثل کسی که فقط وقتی بهت محبت میکنه که قرار ازت چیزی بگیره. حالا اون چیز ممکنه توجه، احترام یا حتی یک لطف کوچیک باشه. این الگوها اغلب از محیط کودکی میان، جایی که فرد یاد گرفته محبت یعنی امتیاز، نه احساس. توی این نقطه از ویدئو اگه احساس کردی که این رفتارها آشنان، بدون که هدفت از دیدن این ویدئو قضاوت نیست. درک و آگاهی تنها نجات از تکراره. پس لطفاً لایک کن تا این ویدئو به بقیه هم برسه، چون خیلی‌ها دارن توی همین چرخ زندگی میکنن بدون اینکه بدونن چرا خستن. نشانه چهارم، فریب عاطفی و بازی با احساسات. نشونه چهارم یکی از خطرناکترین هاست، استفاده از احساس برای کنترل موقعیت. به عنوان مثال، کسی که موقع دعوا اشک میریزه یا نقش قربانی رو بازی میکنه، ولی نه از درد واقعی، از ترس از دست دادن کنترل. توی تحقیقات روابط این رفتار رو فریب عاطفی مینامن و جان گاتمن، بزرگترین روانشناس حوزه روابط زوجی، این الگوها رو یکی از 4 سوار ویرانگر رابطه میدونه. گاتمن معتقده وقتی یکی از طرفین از احساس برای صلح استفاده میکنه، اعتماد بینشون میمیره، چون عشق بدون آزادی فقط وابستگیه. فریب عاطفی همیشه با نیت بد نیست. گاهی فرد فقط یاد نگرفته که با ترس و ضعفش صادق باشه، پس اون رو پشت نقش قربانی قایم میکنه. نشانه پنجم، سردی و نبود همدلی واقعی. آخرین و شاید مهمترین نشونه نبود همدلیه. ماکیاولیست ها میتونن احساس رو خوب تقلید کنن، اما در واقع فقط نقش بازی میکنن. اونا احساسات دیگران رو تحلیل میکنن، نه تجربه. یه تحقیق علمی جالب نشون داده مغز چنین افرادی در مواجهه با رنج دیگران فعالیت همدلانه کمتری نشون میده. یعنی اونا به جای اینکه حس کنن، فقط درک میکنن. مثل وقتی که به یه نفر میگی حالم بده و اون جواب میده باشه درست میشه، نه از بی‌علاقگی، بلکه چون بلد نیست با احساسش مواجه بشه. اما مهم اینو بدونی که داشتن یکی از این نشونه ها لزوماً به معنی ماکیاولی بودن نیست. این الگوها در ناخودآگاه ما هستن، الگوهایی برای بقا، برای حفظ کنترل و برای اینکه آسیب نبینیم. ماکیاولی فقط اونا رو کشف کرده، نه اینکه ابداعشون کنه.
در پایان اگه توی خودت یا اطرافیانت یک یا چند تا از این رفتارها رو دیدی، نترس و قضاوت نکن. فقط بدون اون رفتار یه پیام داره. من هنوز دارم از یک چیزی میترسم. ما توی دنیای بزرگ شدیم که آسیب پذیری رو ضعف دونستن، اما حقیقت اینه که قدرت از صداقت شروع میشه. در پایان اگر این ویدیو تونست بهت کمک بکنه، لطفاً ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن و برام کامنت بذار که تو چه تجربه‌ای از ماکیاولی داری. یادت باشه که تو لایق بهترین ها هستی. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش و سعی کن کانالمون رو گم نکنی، چون ما تازه شروع کردیم و حالا با هم کار داریم.